اگه میخوای هوش اینجوری داشته باشی باید آب استارت خوب بدی. پس با ما همراه باش. امروز میخوایم چند تا سوالات مهم درباره آب استارت رو جواب بدیم. سوال اول، بهترین زمان آب استارت. بهترین زمان آبیاری استارت تو مناطق مختلف از 15 اسفند ماه شروع میشه و تا 15 فروردین ماه هم ادامه داره. سوال دوم، حجم مورد نیاز آب استارت. میزان آبی که برای آب استارت استفاده میشه به اصطلاح باید آب سبک باشه و داخل جوبه بیشتر از 10 الی 15 سانتی متر رو هم انباشته نشه. سوال سوم، مهمترین عناصر مورد استفاده در آب استارت. مهمترین عناصری که در آب استارت ما باید استفاده کنیم اولیش ازوته. ازوت یا به فرم سولفات آمونیوم استفاده میشه یا به فرم اوره. در شرایط خاک شور ما حتما باید سولفات آمونیوم استفاده بکنیم. اما در مورد کودهای فسفره خب چند تا منبع ما داریم. منبع اول اورofosfات، کودهای 105210 اسید فسفوریک که ما با توجه به شرایط آب و خاک و شرایط که کشاورز میتونه هزینه کنه ما میتونیم نوع منبع فسفرمون رو انتخاب کنیم. عنصر بعدی سولفات روی بازم با توجه به شرایط آزمایش خاکی که داریم اگر کمبود داشته باشیم باید استفاده کنیم. چرا؟ چون روی پیشتاز اسید آمینه تریپتوفان هست که اسید آمینه تریپتوفان هم میاد هورمون اکسین رو میسازه. منبع بعدی که در آب